به صفت رئیس جمهور نخستین وجیبه خود می شمارم که زمینه تطبیق قانون اساسی را به طور پیگیر تأمین نموده و تلاش به خرج دهم تا ارزش‌های مندرج آن در خدمت مردم قرار گرفته و به بهبود زندگی آنها و به صلح و ترقی کمک نماید. قانون اساسی مردمی را باید رئیس جمهور مردمی تطبیق نماید. این مفهوم یعنی رئیس جمهور مردمی به چه معناست؟ قبل از همه این که رئیس جمهور باید از بین مردم باشد. قبل از انقلاب کشور توسط رژیم‌های جدا از مردم اداره می‌شد. مردم عبارت از مقوله التقاطی نیست. این مقوله در برگیرنده دهقانان، کارگران، پیشوران، کوچیان، سربازان و افسران، روشنفکران، علما و روحانیون کرام و متشبثین ملی می باشد. لیکن اقشار و گروه های مختلف جامعه ما